اگه به عنوان صاحب کسب و کار فکر میکنی فروش آنلاین آخرین انقلاب بازاره، بهت قول میدم که خیلی زود هضم میشی. چون دنیا داره با سرعتی تغییر میکنه که داشتن فروشگاه آنلاین مزیت رقابتی نیست، یه پیش نیاز ساده است و بیزینس‌های آینده دست کسایی که بتونن مدل کسب و کارشون رو به سمت پلتفرم و چند وجهی بودن توسعه بدن. یادتونه زمانی که اسنپ اومد، اول اومد یک زیرساخت حمل و نقل رو فراهم کرد و تاکسی‌ها رو کلاً از توی بازار حذف کرد. بعد از اون با جامعه‌ای که دور و بر خودش تشکیل داد، وارد رستورانداری و حمل و نقل و دلیوری غذا و بعد از اون خرده فروشی و صنعت گردشگری و درگاه پرداخت و همینطور ادامه دار داره بیزینسش رو توسعه میده. این یعنی شما یک پلتفرم چند وجهی راه اندازی کردی و داری از کامیونیتی که اطراف بیزینست شکل دادی نهایت استفاده رو میبری. چون ما الان تو دوره‌ایم که فقط فروختن محصول جواب نمیده و مدل‌های موفق دارن کالا رو به عنوان خدمت میفروشن. یه نمونه واقعیش رو برات مثال بزنم. پلتفرم پلوتون تولید کننده تجهیزات ورزشی بوده که الان دیگه فقط دستگاه ورزشی نمیفروشه، بلکه توی یک مدل حق اشتراکی دستگاه رو در ازای دریافت برنامه‌های ورزشی و سلامت محور در اختیارت میذاره. یعنی تو تا زمانی که بخوای رژیم غذایی تو رعایت کنی و ورزش کنی و سلامت باشی، از امکاناتشون میتونی با پرداخت حق اشتراک استفاده کنی. به این میگن سابسکریپشن اکونومی، یعنی اقتصاد اشتراک محور. پروداکت داره جای خودش رو به سرویس میده و این اتفاق حتی توی دیجیکالا هم افتاد. چه شکلی؟ دیجیکالا اومده در کنار پروداکتی که بهت میفروشه خدمات دلیوری خودش رو به صورت VIP یا پشتیبانی خودش رو به صورت VIP در قالب یک اشتراک ماهانه به مشتریاش میده و اسمش رو گذاشته مثلا دیجیکالا پلاس. حالا تو دنیایی که اقتصادا دارن به سمت اشتراکی شدن حرکت میکنن، دو تا ترند دیگه هم هست که بهش میگن اقتصاد گردشی و اقتصاد نتیجه محور. مثالا و توضیحات بیشترش رو بعداً بهتون میگم، اما در همین حد بدونید که دنیا داره به سمتی حرکت میکنه که تولید بی‌نهایت و مصرف بی‌نهایت داره جای خودش رو به تولید محدود و مصرف چند باره میده. زیرساخت بیزینس‌ها داره طوری میشه که اگر شما محصولی رو ازشون خریدی و نخواستی بعداً استفاده کنی، بتونی توی یک چرخه‌ای به خودشون برگردونی تا اون پروداکت در اختیار مشتریای دیگه هم قرار بگیره. در واقع تو میای با خریدن اشتراک یک محصول رو به مدت معین در اختیار خودت قرار میدی تا ازش استفاده کنی. هر وقت هم لازمش نداشتی دوباره برش میگردونی به چرخه مصرف برای یک نفر دیگه و اون بیزینس همینطور خدمات خودش رو تکرار میکنه.